مکلارن باز هم داستان در مورد مکلارنه. مثل اینکه بدشانسی‌هاشون بعد از مسابقه لاس وگاس نمیخواد تموم بشه. بعد از تخلفی که توی مسابقه لاس وگاس انجام دادن و دوتا راننده‌شون دیسکوالیفای شدن، فیا یکم زوم کرده روی این تیم. و اما مثل اینکه داستان برای فیا اصلا تمام نشده و تازه شروع شده. و زوم و حساسیتی که الان فیا روی تیم مکلارن داره باعث شده که یک سری مدارک‌های جدید پیدا کنن از این تیم که طبق گزارش‌هایی که فیا داده متوجه شدن که این اشتباهی که تیم مکلارن کرده یک اشتباه ساده نبوده و ممکنه این اشتباه از عمد بوده باشه. و همین باعث شده که توی حساس‌ترین نقطه از فصل، یعنی فصلی که 2 مسابقه ازش مونده تا تموم بشه، فیا یک سری تحقیقات گنده‌تری رو روی تیم مکلارن انجام بده. حالا چند تا احتمال که پیش میاد اینه که واقعا مکلارن و مهندساش به خاطر شرایطی که پیست لاس وگاس داشت نتونستن اون تست رو روی ماشین انجام بدن. آیا می‌خواسته زیرپوستین مسئله رو رد بکنه و داونفورس بیشتری داشته باشه ماشیناش؟ معلوم نیست و باید منتظر بمونیم تا ببینیم که تحقیقات فیا چه نتیجه رو داره. با کاری که فیا کرده و تحقیقات گسترده‌ای که الان روی تیم مکلارن انجام میده، طبیعتاً باعث تنش و اضطراب بیش از حد میشه. اگر ویدیو قبل رو دیده باشید، من در مورد این موضوع صحبت کردم که الان اعتماد به نفس هم مهندسای تیم هم دوتا راننده مکلارن به شدت اومده به خاطر این موضوع پایین و الان این اتفاقی هم که براشون افتاده از سوی فیا استرس و اضطراب و تنش بیشتری رو توی تیم راه انداخته و الان داره سوالای پیش میاد که این موضوع ستاپ ماشین رو کی تایید کرده، کدومی که از مهندسا تایید کرده، اصلا اون تخته زیرین ماشین رو کی تایید کرده که آقا ضخامتش اوکیه، میتونه این تو پیست بره. تمام مسائل توی ذهن مردم الان داره همینجور سوال پیش میاد و یه جوری بخوام بگم الان مکلارن از 2 تا سو تحت فشار قرار گرفته. یکی فشار قهرمانی 2 تا راننده‌هاشه، هم نوریس هم پیاستری، و فشار قانون رسانه‌ایه، چون الان فیا به شدت روشون زوم کرده، به شدت داره بهشون فشار میاره و از طرف دیگه رسانه‌ها خیلی دارن الان در مورد مکلارن صحبت میکنن. اما حالا بیایم بررسی بکنیم ببینیم این تحقیقات گسترده‌ای که فیا داره انجام میده چه چیزایی رو میتونه برای این تیم به همراه داشته باشه. سناریو اول اینه که تیم فیا با بررسی که انجام میده ببینه واقعا یک اشتباه مهندسی بوده توی ستاپ و از عمد کاری نبوده که انجام بشه. حالا نتیجه‌ای که داره چیه؟ نتیجه اینه که یک هشداری میده به این تیم، یک کمی فشار رسانه‌ای کمتر میشه بهشون و خب تیم مکلارن کم با دقت بیشتری توی این 2 تا مسابقه پایانی شرکت میکنه. برای سناریوی دوم میتونیم اینجوری بگیم که فیا توی داده‌هاش یه چیزای عمیق‌تری رو پیدا بکنه. مثلا ماشین به طور سیستماتیک توی چند تا بخش از پیست بیش از حد برخورد می‌کرده با زمین، یا اینکه مشکل فقط محدود به پیست لاس وگاس نبوده، مثلا بقیه پیست‌ها هم این مشکل رو داشتن. حالا این که این اتفاق بیفته چه تبعاتی داره؟ قوانین خاص و مستقیم علیه فلسفه تیم مکلارن چیده میشه، یا اینکه تیم مجبور میشه بخشی از کف یا ساب استیشن ماشین رو تغییر بده. اما سناریو سوم میتونه بدبینانه ترین حالت برای تیم مکلارن باشه. چرا؟ اینکه فیا یک سری شواهد رو پیدا بکنه که ببینه آقا تیم مکلارن تصادفی این اشتباه رو انجام نداده، از عمد بوده، بلکه این کارشون یه ریسک آگاهانه بوده که شاید از قبل میدونستن که آقا این کارو اگه انجام بدن تو مرز خطر هستش. حالا اگر این اتفاق بیفته چی میشه؟ احتمال یک جریمه بسیار سنگین از سوی فیا هست براشون، حتی بررسی نتایج مسابقه قبلتر شاید معلوم نیست، شاید دیسکوالیفای بشن تو مسابقه قبلی که دیگه این خیلی بدبینانه و بدترین حالت ممکنه برای تیم مکلارن و حتی 2 تا راننده‌شون. و از همه مهمتر از دست رفتن دیگه اعتبار مهندسی مکلارنه. همین الان اگه دقت کنید خیلی رسانه تحت فشار قرارشون داده، خود فیا به شدت تحت فشار قرار داده این تیمو و اگر این اتفاق بیفته که امیدوارم اینطوری نباشه، خیلی تیم مکلارن و مهندسای زیر سوال میرن. حالا شما به این موضوع هم توجه داشته باشید. علاوه بر این که فیا تحقیقات گسترده‌ای داره انجام میده و تنش و اضطراب شدیدی رو توی تیم مکلارن مشاهده میشه، مکس ورستاپن و تیم ردبول هم دارن مسابقه جنجالی خودشون رو انجام میدن و از اون طرف هم جنگ روانی دارن راه میندازن. پس عملاً تیم مکلارن فقط از سوی فیا زیر ذره نیست، از طریق رسانه‌ها زیر ذره قرار داره، از طرف تیم ردبول، مکس ورستاپن و حتی طرفداراشون زیر ذره و این اصلاً برای 2 تا مسابقه پایانی براشون آسون نیست. حالا با تمام این صحبت‌ها، مسابقه فردا که توی قطر هست بعد ببینیم که تیم مکلارن چه عملکردی رو نشون میده، مخصوصاً جفت راننده‌هاشون بعد از تمام این اتفاقات، تمام این جنگ‌های روانی
ببینیم که چه عملکردی نشون میدن. و نکته مهمتر این که اگر تیم مکلارن ستاپ ماشین رو تغییر داده باشه، ببینیم این ستاپ تغییر داده شده بهتره یا بدتر عمل میکنه براشون و باعث میشه نوریس و پیاستری رده‌های بدی بگیرن، علاوه بر اون جنگ روانی و فشار روانی که روی این دوتا راننده هست. ولی در مقابل باید ببینیم که مکس ورستپن همراه با تیمش از این بلیت طلایی که براشون اتفاق افتاده آیا به نحو احسن استفاده میکنن یا که نه، یا این که نوریس و پیاستری تحت تأثیر جنگ روانی که اتفاق افتاده قرار نگرفتن و به خوبی خوب مثل طول فصل که مسابقه‌های عالی رو انجام دادن توی پیست قطر و ابوظبی هم به نحو احسن عملکرد دارن. امیدوارم که از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب چنل فراموش نشه و توی کامنت ها حتما بهم بگین که شما چه پیش بینی در مورد مسابقه فردا دارید. خدا نگهدار.